می‌بینیم ضرب‌الاجل مالکی چیزی جز یک زورگویی بی‌وجه و ممنوع، یک تهدید جابرانه و در واقع یک طرح جنایتکارانه مطلوب ولایت فقیه بیش نیست. استناد مالکی به حق حاکمیت صرفاً یک دستاویز بی‌وجه و یک کلاه شرعی فریبکارانه است. در واقع امر ربطی به اصل حاکمیت ملی که مشروط به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است ندارد. وانگهی ضرب‌الاجل از حداقل وفاق قانونی و ملی برخوردار نیست و نه توافق نیروهای سیاسی استراتژیک در دولت را دارد. معاون نخست وزیر، معاون ریاست جمهوری، رؤسای فراکسیون‌های العراقیه و ائتلاف کردستانی با این ضرب‌الاجل مخالفند و به یک راه حل انسان دوستانه فراخواندند و نه مورد حمایت و تصویب مجلس عراق و جامعه مدنی و توده‌های مردم کشور قرار گرفته. برعکس علیه رأی و نظر کلیه این طرف‌ها میباشد. ضرب‌الاجل صرفاً یک زورگویی جابرانه است که تمام دنیای سیاست و حقوق بشری بین‌المللی نیز با آن مخالفت فزاینده‌ای نشان داده‌اند.